سلام، ما دکتر نوید خپلواک هستم. امروز در مورد سنگ کیسه صفرا گپ میزنیم و اینکه کدام سنگ های کیسه صفرا باید جراحی شوند. چی زمان نیاز به جراحی است و چی زمان سنگ کیسه صفرا هیچ مرض و بیماری تلقی نمیشه. کیسه صفرا در پایین از کبد ما قرار داره، گال بلادر، و وظیفهش هم ذخیره کردن مایات صفراوی است. مایع صفراوی در کبد ساخته میشه و مایاتی که در کیسه صفرا ذخیره میشه از چندین بخش تشکیل شده: بایل سالتس یا نمک هایی که در مایع صفراوی موجود است، بایل پیگمنتس. اما قسم به مقدار زیاد کلسترول در مایع صفراوی موجود است. اما قسم منرال های خیلی مفید چون سودیم، پوتاسیم، کلسیم، بایکاربونیت، اینا همشان با شمول میوسین و فتی اسید یا شحمیات، اینا همش در کبد ساخته میشه و توسط ای چینل های صفراوی میایه به کیسه صفرا. وظیفه چی است؟ چرا باید اینجا بیایه؟ از اساسی ترین وظیفه مایع صفراوی کمک در هضم است. دایجستشن. هضم چی معنا؟ توته و پارچه کردن مواد مرکب، درست؟ دایجستشن یا پارچه کردن اجزای مرکب و بزرگ مواد غذایی به اجزای قابل جذب. موادی که در کیسه صفرا موجود است در هضم شحمیات، لیپیدز، رول خیلی مهم داره و از همه مهم ما یک نوع ویتامین منحل در شحم داریم، فاتس، که اونا را فات سالبل ویتامینز میگه، که عبارت از ویتامین دی که در ساخت و ساز استخوان خیلی رول مهم داره، خصوصا ویتامین دی 3. ویتامین دیگه که در شحم منحل است ویتامین K، استقرار جریان خون بیشتر مرتبط به ویتامین K است. همه قسم در دفاع از وجود رول خیلی مهم داره. ویتامین ای که بیشتر برای صحت کبد و شفافیت جلد ما مهم است. اینا همه ویتامین هایی است که در شحم منحل است، یعنی در داخل چربی می باشه. از داخل ای چربی ویتامین مورد ضرورت ما را مواد موجود در کیسه صفرا بر ما تهیه میکنه. اینا رول های اساسی و مهم کیسه صفرا، مایات صفراوی در هضم است که در کیسه صفرا ذخیره میشه. میریم روی اصل موضوع که سنگ کیسه صفرا است. خب چی وقت سنگ تشکیل میشه در کیسه صفرا؟ ببینین مایات صفراوی که در او مواد خیلی مهم و همچنان مواد زائد و بیهوده است که بالاخره از کیسه صفرا، از کبد به کیسه صفرا و از اونجا هم به داخل روده میریزه و همراه با مواد غایطه به محیط بیرونی انتقال میشه. چی وقت سنگ کیسه صفرا تشکیل میشه؟ زمانی که مایات صفراوی بیایه و بیش از وقت در کیسه صفرا بمانه. زمانی که مایع صفراوی غلیظ شد، رسوب کرد، آهسته آهسته زمینه سازی میکنه به ستونز یا به سنگ. این شد تشکیل یا ساخت و ساز سنگ که چگونه در کیسه صفرا ساخته میشه. میریم به علائم و خطراتی که ممکن از این ناحیه بروز کنه. اول خو اگر کیسه صفرا سنگ داشته باشه و ما ایسیمپتوماتیک باشیم، هیچ علامه هم نداشته باشیم، در اون صورت هیچ تکلیفی نیست، نه به خوردن کدام دوا ضرورت است و نه هم به جراحی ضرورت است. یک. چرا به خوردن دوا ضرورت نیست؟ چون سنگ در کیسه صفرا موجود است، هیچ علائم را به وجود نآورده. اگر تعداد سنگ زیاد نیست، یک دانه است یا دو دانه، سایزش خیلی خرد است، چانس داره که بالاخره از طریق CBD یا ای پایپ که مایع صفراوی را به هدایت میته بروده، از این طریق بفته و بره به مواد غایطه. دوم، هیچ علائم و هیچ نقص را بر ما به وجود نآورده و ضرور هم نیست که یا معالجه کنیم و یا کدام دوایی را. اگر کیسه صفرا
سنگ داره، در او صورت بعض تدابیری که میتونه از شدت تکلیف جلوگیری کنه، از پیشرفت تکلیف جلوگیری کنه، او را باید داشته باشیم. preventive measurement یا تدابیری که ما بتانیم سنگ کیسه صفرا را اموتو یک دانه نگاه کنیم و بیشتر هم مجال شدت تکلیف یا پیشرفت تکلیف ندهیم. باید چی کنیم؟ حداقل در زمانی که گشنه هستیم غذای خود با وقت بخوریم. صحیح؟ آن تایم می امی که احساس گشنگی کردیم باید غذای خود بخوریم، چون زمانی که گشنه میشیم غذا میایه به معده، از معده به دوردینم یا این قسمت اول امعای کوچک انزیم به نام کولیسیستوکاینیز از دوردینم ترشح میشه. کولیسیستوکاینیز، این کولیسیستوکاینیز اتومات داخل جریان خون شده و میایه سبب تقلص کبد میگرده. کبد اینو تو فشار تقلص میکنه و مواد موجود خود هدایت میده که بیایه به روده تا که چیره شحم هضم کنه. خب اگر گشنه شدیم و آن تایم یا در وقتش غذا نخوردیم، اینجا فرصت ایجاد کردیم به مایات موجود در کیسه صفرا که رسوب کنه. پس با سنگی که قبلا موجود بود به ضخامتش افزودیم و یا هم در کنجهای از این سنگ یک سنگ دیگه تشکیل میشه. این شد موضوع خیلی مهم. اگر وزن ما خیلی زیاد است باید حداقل تدابیر کم کردن وزن یا ورزش اکسرسایز داشته باشه. بهترین ورزش دویدن است. حداقل اگر 10 دقیقه هم در یک شبانه روز بدویم، ولی هر روز بدویم، میتونیم وزن زاید خود کم کنیم و از شدت تکلیف هم جلوگیری کنیم. یک چیزی که خیلی مهم است باید به یاد داشته باشیم که کم کردن وزن خیلی سریع هم سبب سنگ کیسه صفرا میگرده. پس اعتدال در هر کار باید رعایت شود، حتی کم کردن وزن. به هر حال اگر سنگ کیسه صفرا داشته باشیم و هیچ علائمی نداره، پس هیچ تدبیر هم مهم نیست که وضع شود الا preventive measurements یا تدابیری که میتونه جلوگیری کنه از ساخت و ساز سنگ‌های بعدی. اونا بیشتر عبارت از این دو وضعیت است و میریم سر خوردنی ها. چی باید کم خورده شود؟ روغن باید کمتر استفاده شود، چون لیپیدز سبب تقلص کیسه صفرا میگرده و حتی سبب میشه که مایع صفراوی یا بایل زیادتر ترشح شود. پس با کم خوردنش ترشحات کمتر میشه، ذخیره کمتر و ضرورت کمتر. از اینا اگر پرهیز کنیم تا حد خیلی خوب است. چی وقت سنگ کیسه صفرا را جدی بگیریم و تدابیری که حتی جراحی است وضع شود؟ اگر کیسه صفرا سنگ داره، کولیلیتیاسیس موجود است، کتش عفونت کیسه صفرا هم به وجود آمده. درست؟ کولیسیستایتس به وجود آمده. عفونت کیسه صفرا برخواسته از سنگ در کیسه صفرا. تا این حد هم نیاز به جراحی نیست، نیاز مطلق. قطع عفونت کیسه صفرا، موجودیت سنگ در کیسه صفرا، اگر دیوار کیسه صفرا تکر یا دبلتر در التراساوند دیده شد، در او صورت بهتر است که کولیسیستکتومی یا عملیات صورت بگیرد. دوم، اگر دیسپپسیا یا سوء هاضمه موجود است و هیچ نقص و نواقص هم در روده و معده، کبد و اعضای دیگه جهاز هاضمه موجود نیست، دواها هم بیش از حد خوردیم هیچ نتیجه نداد، در اون صورت به خاطر بهتر کردن هضم باید کولیسیستکتومی یا عملیات صورت بگیره. کیسه صفرا باید از وجود برداشته شد. نیاز دیگه که به عملیات است در موجودیت کیسه صفرا، اگر سنگ کیسه صفرا داریم و در خانواده ما هم تاریخچه موجودیت سرطان کیسه صفرا موجود است، فامیلی هیستوری، در اون صورت بهتر است که قبل از بروز خطر قبل از بروز خطر باید کیسه صفرا را عملیات کنیم و از بین ببریم. نیاز دیگه که به عملیات دیده میشه، اگر سوء هاضمه به حد برسه که ما ویت لاس یا وزن خود از دست بدهیم، تقریبا 10 کیلو در یک ماه اگر از دست داده شود،
در او صورت به خاطر بهتر ساختن هضم و رسیدن به اعضای دیگه وجود، یعنی تهیه انرژی و مواد غذایی، باید قربانی کیسه صفرا را بتیم و این باید از بین برده شود، یعنی توسط جراحی برداشته شود. خب اگر کیسه صفرا بنابر هر ملحوظ جراحی شد، دیگه کیسه صفرایی نداریم، چی اتفاق مفتاده و چی تدابیر باید بر تمام امور وضع شود؟ خب اگر کیسه صفرا جراحی شد، بایل ستور نمیشه، مستقیم مایع صفراوی میریزه به کجا؟ به دوادینم یا اثنای عشر. اثنای عشر قسمت اول روده خرد ماست. مثلا ای میری معده، و مجرد که معده خلاص میشه اولین ارگان اثنای عشر است و از کیسه صفرا هم مایع صفراوی به اینجا میریزه. خوب دیگه کیسه صفرایی نیست و مواد که توسط کبد ساخته میشه میریزه به دوادینم. در اکثریت موارد از کیسه مایع صفراوی از دوادینم یا اثنای عشر مگذره و میایه به معده و تکلیفی را ایجاد میکنه به نام ریفلکس گسترایتس، bile induced reflux gastritis، یعنی مایع صفراوی سبب التهاب عفونت معده میگردد. یکی و اگر امی مایع صفراوی از معده هم به میری سرازیر شود، ریفلکس اسوفیگایتس هم به وجود میاد. این شد دو ریفلکسی که ممکن است توسط فلو یا برگشت مایعات به معده و میری به وجود بیاید. اندایجستشن خصوصا سوی هاضمه مواد شحمی، روغن باب اگر بخوریم ترش میکنه معده، سبب اسهالات میگرده، غر و غور شکم به وجود میاره. چرا؟ چون دیگه مایع صفراوی در وقت و زمانش ترشح نمیشه، بلکه چک چک ریخته میره به دوادینم. برای جلوگیری از این وضعیت اگر احیانا تثبیت شد که یکی از این التهاب‌ها یا عفونت‌ها موجود است، در او صورت باید احتیاطاً از دواهای اومپرازول، پنتاپرازول، از اینا استفاده کنیم. حجرات اثنای عشر و معده از تیزاب و از مایع صفراوی بگردد، ولی اینا همش باید تحت نظارت یک دکتر تجویز گرده که اووردوز از اینا یا استفاده بیش از حد از اینا میتونه سبب بروز تکالیف دیگه نزد مریض بگردد. مخلص کلامی که چی وقت باید جراحی صورت بگیره؟ هر سنگ در کیسه صفرا مرض نیست و اگر سبب ایجاد تکلیف شد، دردها را به وجود آورد، خصوصا در قسمت راست شکم، سبب سوء هاضمه شد و همچنان تغییر و تبدیل در وزن به وجود آورد، اولین گزینه را که انتخاب میکنیم تغییر و تبدیل در لایف استایل، یعنی اگر ورزش نیست باید ورزش بکنیم، آب به مقدار کافی روزانه بخوریم، از شحم‌باب کمی دورتر باشیم. اگر با اینا هم وضعیت بهترتر نشد، میتونیم از ادویجات استفاده بکنیم و این ادویجات باید تحت نظارت دکتر تجویز بگردد. ولی اگر هیچ گزینه‌ای نمانده بود برای معالجه کیسه صفرا، در او صورت میتونیم که عملیات بکنیم و چرا باید عملیات بکنیم و موضوعات برتان واضح تر ساخت. و امید این که مفید واقع شده باشه.